یک نفره که در روسیه بود و تمام مردم از شخصیت او آگاهی دارند، با نام عبدالستار فتویف. شخصی که عزت امانه یعنی فروخت، شخصی که عزت امانه فروخت، شخصی که صدها و هزارها تاجیک از روسیه با جرم خیانت یعنی که این جنایت ها به تاجیکستان روان کرد و روانه زندانشان کردند. پالکونیک بود و این روزها رتبه گنرالی را صاحب شد. مورد این گفت زده بودیم که زد نیماستش زدگی است، زد نیماستی این مردک زدگی است. نمیدونم که شما یعنی که فهمیده باشید نفهمیده باشید در این قضیه آگاه کرده بودیم که چنین عادتهای هم داشته است. انا همین شخص رتبه گنرالی را صاحب شد برای جنایت ها و برای خیانت هایی که انجام داده است و اون خیانت ها واقعا هم نابخشودنی است، چی در مورد کرامت شریف و خیانت باشد، چی در مورد عزت امان باشد، چی در مورد صدها و هزارها تاجیکی که از روسیه و تاجیکستان استرداد شدند و بعضش سالهای مدید طولانی روانه زندان شدند. یعنی حتی در وقتی مکافات دادن همین سخنم براش گفتن که برای عملهای شایانی که در روسیه انجام داده است. نماینده وزارت کارهای داخلی در روسیه بود و در مورد این بدونید که خوب چه جنایت‌های وخیمی را برای این ملت و خاصتا مهاجران انجام داده است و این زد نیما زدگی گنرال گرفته است. خوب که گنرال تاجیک انم طریق باید باشه. ایرا در دستش یه автомат بتی بر در پنشر هویش که گنرال گرفت، بر در پنشر هویش که بگوان اکا این ملت حمایت کرد. این همیه وظیفه ای. ایرا در مسکو ورده سر کلک است در چی گشته است، چی فایده داره؟ یا این گنرالو برای چی گنرال میدن یا چی خدمت کردن؟ یا اینکه همین تاجیکا فروختن خیانت به ملت، یعنی این یعنی که قدر و وظیفه و منزلت والا نمیدونم باور کنید. این مصیبت هایی که در تاجیکستان میشود از توسط بعضی مقامداران انسان در حیرت میماند که چگونه شخصی که خیانت میکند، شخصی که این ملت میفروشد، شخصی که یعنی عملهای خشن بر علیه یک شهروند این کشور در خارج از کشور میکند و با تهمت ها اونها را روانه زندان میکند، اون گویا خدمت به وطن باشد. ولی شخصی که میخواهد به وطن خدمت کند اون نام خائن ملت میگیرد. شخصی که برای نیک احوالی ملتش صحبت میکند، شخصی که به خاطر این ملت میخواهد کار کند، شخص جان فدای این وطن و این ملت میخواهد بکند، اون خائن میشود. ولی شخصی که تا سر یک شخصی که با یعنی که جرمی عملهای قوم لوط معروف است، همین رحمان و فهم همین گنرالاش هم تری گنرال دودیس است، همین خودش هم یگون هم تری گناه نداشته باشه. او روز حساب کردم یگون 11 تا گنرالش هم تری کسالای بزرگ داره. آزاده خیلی که کویا فکر که خیلی نمیدونم کسالای شما همتون یکیچ خیلی است که این چی خدمت کرد که میره گنرال دودتا یا نپرسیدیم موتتا یا مراد آورد قطعی زویر گپزد در حال گرفته نوشته پیشنهادش کرده که گنرال بگیره. این اخی معلومه که کیه، این جنایتاش برای مهاجرو معلومه. شادی حفیظ گنرال گرفت نه و فکرم که مردک جای شادی حفیظ بردن یک باید که جورا همیره بتی. خوب دیگه خیلی نگاه کنیده از شک شما نمیدونم که دیگر یعنی چی مصیبت های در شما یا شما دیگر نمیدونم که با کدام زبان باور کنید با شما صحبت کنم بفهمم تو که چی مصیبت های بالای این ملت یا همین فقط آدمای زد نیمازدگی گودید میکردگی را گنرال رتبه بالا و یعنی بزرگ و عزیز این ملت و اونایی که خدمت میکنن خواهین ملت گفته یعنی که زندانیشون میکنه. پس این یعنی که ایره چخل بفهمیم مخیم نفهمیده ایسی ما یعنی ببره بفهمونیم اونو